محمد گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با ما هستند. خیلی خوش آمدین آقای منگل. شما به نحوی رفتین و در دند غوری با طالبان معامله کردین و این منطقه را به طالبان سپردین. چرا؟ تشکر. اول سلام و احترام به تمام بیننده و شنوندگان تلویزیون طلوع. در قدم دوم ما تاسف میکنیم شما به حیث یک ژورنالیست مستعد و جوان واژه‌های ایرانی را بسیار خوب تا و بالا میکنین، ولی از زبان ملی افغانستان، زبان خود ما پشتو، چیزی نمیفهمین. شما مثلا واژه ایرانی چه است آقای وزیر؟ اگر شما پشتو را میدانستین و میفهمیدین، شما یک دفعه این سند ورق میزدین و این را محتوای از او را شما تحلیل میکردین، میفهمیدین که دو چی نوشته است، که ما یقین داریم که شما او را نخواندین و نمیفهمید. آقای وزیر چه است اون واژه ایرانی که استفاده کردیم؟ همیشه در پروگرام‌های خود چی است؟ یک واژه را میشه بگین؟ ببین او واژه را یک وقت دیگه میشه بفرمایید. حالا شما باز کردین این بحث را، شما با عنوان وزیر اقوام و قبایل بفرمایید واژه ایرانی چی است؟ سی چیزه. شما حالا متهم کردین مرا که واژه ایرانی استفاده میکنم. چی است اون واژه؟ واژه خودش لغت افغانی نیست. چی است اون واژه؟ واژه خودش افغانی نیست. ما لغت میگیم که شما استاد زبان هستین آقای منگل؟ بله. در کجا؟ سندتون چی است؟ 15 ادبیات خوندیم. ادبیات چی را میفهمیم؟ ادبیات چی را خوندین؟ آقای منگل شما اتهام وارد میکنین، پاسخ بدین. پاسخ بدین. اسم ما یما است. اسم ما یما است. هر چیزی که است. شما بفرمایید کدام واژه را ایرانی میگین؟ شما سی چیز اتهام بستین که ما امروز میخوایم برای تو تصفیه بکنیم. آقای منگل اینجا جای تصفیه نیست. این اتهامی است که نمایندگان شورای ولایتی بر شما وارد کردن. نه شما پرداز دادین به شکل انحرافی. پرداز یعنی چی؟ به شکل انحرافی. پرداز یعنی چی؟ به شکل کتمان حقیقت، به شکل دروغ، مغرضانه. در کجا آقای وزیر؟ در کجا؟ و تعصبانه. در کجا؟ دمی سند دمیر برنامه قبلی. چه وقت؟ در برنامه قبلی مگر معین وزارت شما آقای احمدزی تشریف نداشتن؟ چرا؟ شما نوشته کردید. آقای وزیر وقتی شما این گونه اتهامات می‌برید شما بس به این شکل دوام میتین، ما دیگه بس ما سر اصل موضوع بغلان گپ میزنیم. بفرمایید اگر اجازه میتین.